سلام علیکم. امروز اومدم با یه ترشی خونگی با 4 قلم مواد لازم که بادمجون و کلم قرمز، فلفل دلمه و فلفل تند سبز و سیر. اینا رو قشنگ خورد میکنیم، میجوشونیمش. بعدش هم آب که کردیم زیر آب سرد میگیریمش، آبشو خالی میکنیم و یه آب جدید روش میریزیم. ببینید به این صورت. الان همون خالی میکنیم تو قابلمه و میریم که کمی آب سرد بریزیم روش. من سعی کردم آب تصفیه بهش اضافه کنم. مقدار لازمی که خب آب ریختیم روش، قشنگ همش میزنیم و بهش چی اضافه میکنیم؟ نمک و جوهر لیمو و سیری که پوست کندیم و قشنگ رنده میکنیم یا لیش میکنیم و بهش اضافه میکنیم. به این صورت قشنگ همش میزنیم. نمکش و جوهر لیموش به اندازه کافی که شد، طور که ترش بشه و خوشمزه. اینا رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم تو ظرف و میذاریمش